سلام و درود، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. سپاسگزارم که امشبم همراه ما هستین. سلام خانم دکتر جان، وقت شما بخیر. سلام دوستان راه حل محور عزیزمون، خیلی خوش آمدین. موضوع لایو امشب در رابطه با کمک به نوجوانان در خلق آیندهشان. استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر میرسعید جعفری مهمان برنامه ما هستن، لطف کردن و این تایم رو به ما دادن که در رابطه با موضوع نوجوان در خدمت شما بزرگواران باشیم. سلام استاد، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدین. سلام خانم زندیار عزیز، خوش آمدید. سلام جناب آقای دکتر حسن زاده. آقای دکتر من درخواستتون پذیرفتم. سلام. سلام استاد، وقت شما بخیر، حالتون چطوری؟ خوب هستید؟ خیلی بزرگی ممنونم. قبول باشه استاد. متشکرم. تشکر میکنم از شما بابت فرصتی که فراهم کردید و خوشحالم که امشب در خدمت شما و مخاطبان خوب راه حل محوری هستم. خواهش میکنم، باعث افتخار ماست که استاد بزرگی مثل شما این تایم رو به ما دادم و دوستان از این اطلاعات بهره مند بشن. خیلی ممنونم آقای دکتر، با انتخاب موضوع عالی، بی‌نظیر، بجا و خاص. چون ما هممون می‌دونیم که دوره نوجوانی، دوران بلوغ، میشه گفت یکی از باشکوه‌ترین و سخت‌ترین مرحله زندگی هر فرده. حالا با توجه به تمام تغییرات و نوساناتی که داره، اما واقعا دوره بسیار باشکوهیه و این فکر میکنم لایو امشب بتونه کمک کننده باشه برای والدین عزیزی که از یه طرف انتظار دارن از نوجوانشون خیلی پخته تر عمل کنه، خیلی دقیق تر تصمیم گیری کنه برای زندگیش، و از یه طرف دیگه چون این سرعت تغییرات زیاده، والدین یه جای گیج میشن، این نوسانات رو نمیتونن تحمل کنن، دچار تضاد میشن و همون لحظه یه ایست محکم به نوجوان میدن که واقعا میشه گفت بعضی از این ایست ها، استوب ها، آینده نوجوان ما رو به خطر میندازه. بنابراین از شما سپاسگزاریم که این موضوع دقیق و عالی رو انتخاب کردین و فکر میکنم امشب خیلی سوالا جواب بدیم. انشالله، امیدوارم که اینطور باشه. توکل به خدا. ممنونم از شما بابت مقدمه‌ای که بیان کردین و اگه صلاح میدونید من در ارتباط با خود عنوان که چرا گفتیم مأموریت ممکن، از همینجا شروع بکنیم و پیش بریم. حتما استاد، تایم در اختیار شماست، بفرمایید. زنده باشین. خدمتتون عرض شود که عنوان مأموریت ممکن از اینجا اومده، از این ایده اومده که ما در دنیای ممکنات داریم زندگی میکنیم و از این جهت اومده که ما در دنیای احتمالات، دنیای ممکنات، دنیایی که هر چیزی ممکنه در اون اتفاق بیفته داریم زندگی میکنیم. از این جهت من 2 تا جمله رو خانم دکتر برای شما میخونم، برای دوستانی هم که حضور دارن میخونم و ببینم کدومش معنا داره. حتما. این جمله معنادار هست یا جمله دوم؟ جمله اول میگه که مأموریت ممکن است. جمله دوم، مأموریت ممکن نیست.
معنی اگه سوالی بشه معنی اولی چیه؟ اگه سوالی بشه من بگم که خانم دکتر مأموریت ممکن است، شما چه پاسخ میدید؟ امکان داره، مهم. ممکنه، شاید، ده. دقیقا. احتمالاً. دقیقا. ولی اگه بگم که مأموریت ممکن نیست. نه، ممکنه. مهم. یعنی شما در هر دو حالت ایجابی جواب دادید، درسته؟ دقیقاً. در هر دو حالت ایجابی پاسخ دادید. به بقیه هم که بگیم معمولا منطقشون حکم میکنه که بگن ممکنه. ام. دقیقا ما داریم میگیم ممکنه، با این که نمیگیم قطعیه ولی میگیم ممکنه. و جالبه با این که قطعی نیست نمیگیم ممکن نیست. این چطور اتفاق افتاد؟ خیلی جالبه استاد، این دقیقاً آدم رو به چالش میکشونه این موضوع. و شاید توی ذهن همه افراد یک تضاد باز ایجاد بشه. همین ممکن است ممکن نیست تضاد ایجاد کنه. آخرش چی؟ ممکنه ما میتونیم این کار انجام بدیم، ممکن نیست. دقیقا. و این همون چیزیه که ما دقیقاً میخوایم ایجاد بشه در ذهن حالا والدین، فرد مراجع است، نوجوان. این تضاده فکر میکنم خیلی کمک کننده باشه. بله. برای همین من دوباره دوست دارم که با اجازهتون اینو برای مخاطبانی که عنوان ما شد مأموریت ممکن و از این ایده اومد که ما در دنیای ممکنات داریم زندگی میکنیم. برای اینکه پی ببریم باش ارتباط برقرار بکنیم که ما در دنیای ممکنات زندگی میکنیم، من دو تا سوال میپرسم. سوال اول، مأموریت ممکن است؟ جواب ممکن است. ولی اگه بگم مأموریت ممکن نیست، دوباره جواب میدید که ممکن است. یعنی در هر دو حالت پاسخ ایجابیه، یه راهی رو باز نگه میداره که ببینیم تهش چی میشه. و کسی نمیاد با قاطعیت بگه که نه ممکن نیست. بنابراین با اینکه ممکن است، با اینکه در دنیای ممکنات زندگی میکنیم، پاسخش داره ایجابی تمام میشه. وقتی ایجابی تمام میشه پس داریم هم برای خودمون هم برای دیگران راه رو باز نگه میداریم تا افراد پیش برن، تا جایی که ممکنه پیش برن و ببینیم که به هر حال در نهایت چه خواهد شد. راه رو برای جستجوگری باز نگه میداریم، درسته؟ خیلی عالیه، بله. خب حالا خانم دکتر شاید این سوال پیش بیاد که شما چرا مأموریت ممکن رو اومدید برای نوجوانی در نظر گرفتید؟ چرا برای کودکی در نظر نگرفتید؟ چرا برای بزرگسالی در نظر نگرفتید؟ دقیقا. آره، از دوستان بپرسیم نظرتون چیه؟ چرا ما مأموریت ممکن رو برای نوجوانی ذکر کردیم؟ چرا نیاوردیم برای می‌دونم دوستان کودکی و کامنت بزرگسالی؟ بفرستم، من حالا بین کامنت ها اونایی که زودتر میاد و میتونیم بحث کنیم در موردشون من میخونم. حتما دوستان میتونین بله. بنویسین. استاد سوال میپرسن، چون حالا ما تجربه شرکت توی کارگاهاتون، برگزاری کلاساتون استاد داشتیم و این خیلی سلام. خوبه که ما رو به چالش میکشونین. یعنی دقیقاً هر مبحثی که آموزش میدادیم با یک پرسشگری، با یک سوال بود و بعد با توضیحات دقیق شما. فکر میکنم الانم مدل لایومون و همون مدل کارگاه داره پیش میره و این فرصت خیلی مناسبیه. پس دوستان عزیز سلامت. لطفاً هر کسی تمایل داره میتونه به سوالاتی که آقای دکتر میپرسن پاسخ بده و من اونا رو میخونم. خانم دکتر من فکر نمی‌کردم اگه اینوری بشینم نور انقدر زیاده که نمیذاره کامنت ها دیده بشه. من با حالا اجازت نورتون یک کوچولو انقدر جامو زیاده، عوض کنم. باشه من چشم. فکر کنم نور صفحتون انقدر زیاده برای منم یکم خوندن بله. کامنت ها سخت شد. ایرادی بله هم من با نداره. اجازهتون اون ور باشه بشینم چشم. که انشاءالله بهتر دیده بشه. باشه چشم، ممنون. زنده بشه.
دوست عزیز راه حل محورمون نوشتن چون نوجوان در سن خلق آینده خودش هست، در سن هویت یابی و پیشرفتن به سمت تحقق خودش. دوست دیگرمون نوشتن چون نوجوان و بستگی دوران کودکی رو داره، نه آزادی انتخاب بزرگسالی. نه وابستگی دوران کودکی رو داره، نه استقلال دوران نوجوانی. بله. خب دیگه چه پاسخی دادن دوستان؟ چون که نوجوانی بهترین دوره زندگی و حساسترین دوره هستش و اینکه میخوان مستقل‌تر باشن تو این دوره. آقای دکتر ممنونم، مرسی از نظری که فرستادین و بقیه دوستانم همچنان اگر دوست دارن میتونن کامنت بذارن و من بخونم. به علت شروع هویت یابی و خودآگاهی هستش. بله. خب خدمتتون عرض شود که دیگه من تلاش کردم بهتر بشه، عذرخواهی بکنم. فکر کنم یه خورده بهتر شده. خیلی خوب شد. بله. زنده باشه. خدمتتون عرض شود که من دلیل انتخاب دوره نوجوانی این بود که در کنار همه ویژگی‌هایی که دوستان اشاره کردن درسته و مرتبط هست، صرفا بیان من یه مقدار شاید متفاوت باشه، وگرنه منطق زیربنایی رو دوستان خب بهش اشاره کردن. پاسخ اینه که ما به طور جدی از دوره شکلی که معتبر میدونیم به سوالات اساسی زندگی خودمون پاسخ که در دوره کودکی به سر میبریم، معمولا دیگران به ما پاسخ میدن. ما معمولا میپرسیم، دیگران به ما پاسخ میدن، ما یاد میگیریم و یه نگاه، نمیگم درسته ولی به هر حال یه نگاه کلیشه‌ای وجود داره و از طرفی خب باید بپذیریم که بخش اعظم رشد انسان در دوره نوجوانی اتفاق میفته و بلوغ در تمام خدمتتون عرض شود که ابعاد اتفاق میفته. بلوغ جسمی، روانی، اجتماعی اتفاق میفته و مهمتر این بود که بدونیم در دوره نوجوانی هستش که ما به شکل جدی سعی میکنیم که خودمون، همسن و سالامون مرجع پاسخگویی به سوالات ما باشن و دنیا رو معمولاً از طریق اکتشاف، از طریق درون نگری و از طریق تعامل با افرادی که هم سطح خودمون هستن میشناسیم. خب پس تا اینجا به این پرداختیم که مأموریت ممکن است، با اینکه کسی نمیدونه آخر عاقبت مأموریت فلانی قراره چی بشه، ولی به هر حال مأموریت ممکنه و از این جهت جنبه ایجابی اون رو اگه موافق باشید ما بپذیریم، این رو بنای صحبت بدونیم و پیش بریم. بله بفرمایید. خب خیلی ممنونم. حالا شاید سوال اینگونه پیش بیاد که اوکی، مأموریت ممکن است، حالا ما چجوری مأموریت یک نوجوان رو بفهمیم؟ چجوری پی ببریم به اینکه مأموریت آقای فلانی، خانم فلانی چی هست؟ این مأموریت براش سودمند هست یا نیست؟ این مأموریت قراره به چه دردی بخوره؟ این مأموریت آیا به نفعش هست یا نیست؟ برای دیگران چطور؟ اصلا این مأموریت رو ما چجوری بفهمیم؟ خب سوال پس اینجوری پیش میاد، ما چگونه متوجه مأموریت ممکن افراد بشیم؟ دوستان چه نظری دارن؟ سوال جدیه. دوستان ما چطور متوجه مأموریت ممکن بقیه میشیم؟ دوست چگونه؟ عزیز راه حل محورمون نوشتن پرسش از بالاترین امیدها و منتظر بقیه دوستانم هستیم که کامنت بفرستن برای ما.
خانم استاد من یه دکتر، سوالی میکنم لطفا. حالا اگر الان میشه توضیح بدیم که الان، اگر بعدا در خلال برنامه لطفا بگیم. استاد میشه بفرمایید مایی که تازه وارد جوانی شدیم که مأموریت نوجوانیمون کشف نشد چه کنیم؟ هنوز هم میشه فهمید؟ به نظرم سوال خیلی خوبی بود. و دوست دیگرمون نوشته که با شناخت و آگاهی میتونیم مأموریت رو پیدا کنیم. شاید بشه از روی اهداف فرد متوجه بشیم. دوست دیگر نوشتن با ارتباط عمیق با نوجوان. دوست دیگر نوشتن پرسش از نیازها، اهداف و ارزش‌های افراد می شود. خب پرسش از انگیزه های مراجعه یا فرد. موضوع لایو رو مجددا خدمتتون میگم. بله عزیزان، موضوع لایو کمک به نوجوانان در خلق آیندهشان. و الان صحبتی که داریم با آقای دکتر و دوستان در رابطه با مأموریت ممکن هستش. چرا ما میگیم مأموریت ممکن؟ مثل بزرگ شدن و پرسش از بالاترین امیدها مجدداً. بله استاد، اگه یه نفر برگرده به شما بگه که آیا شغلی که الان بهش مشغول هستین و انجامش میدید، آیا این رو میتونید بخشی از مأموریت خودتون به حساب بیارید، در پاسخ چی میگین؟ اگر مربوط به دوران نوجوانیمون باشه مأموریت، بله. من واقعا به شخصه میگم، فردی بودم که از همون دوره نوجوانی احساس همدلی نسبت به شرایط داشتم، به دوستان، به خانواده، و این احساس همدلی باعث شد منو به سمت رشته‌ای ببره که کمک رسانه همدله. و فکر میکنم این همون انتهای مسیره که ما توش قرار گرفتیم. مشخص نیست، شاید من 11 سالگی نمیدونستم قرار مشاور بشم، ولی اون شناختی که از خودم داشتم من رو به اون مسیر برد. همین الان اگه یکی فی‌البداهه در همین شرایط، در همین سن و سال، در سال 1400 از شما بپرسه که خانم دکتر، آیا شغلی که الان به شکل روزانه یا هفتگی بهش مشغول هستید و خدمت ارائه میکنید به افراد جامعه، آیا این رو شما، این شغل یا حرفه رو، آیا شما به عنوان بخشی از مأموریت خودتون یا خود کل فعالیت و مأموریت خودتون آیا به حساب میارید یا نه؟ واقعا در پاسخش چی میگین؟ من فکر میکنم اول باید در مورد مأموریت به یه توافق برسیم. بعد از این فکر میکنم آره، من احساس میکنم این بخشی از زندگی منه. یعنی این شغل، این حرفه بخشی از مأموریت زندگی منه، فعالیت منه، بخشی از اون من وجودی من هستش. یعنی اون چیزی که من دنبالش بودم، میخواستم، هدف گذاری کردم، حالا از بالاترین امیدها بهش رسیدم و برای اون سالها تلاش کردم تا به اینجا رسیدم. فکر میکنم اگر ما توافق کنیم سر این که مأموریت ممکن چی هستش، پاسخ دادن به سوالات حالا از دید یک مراجع، یک نوجوان، خیلی راحت تر میشه. این که من میدونم پایان این مسیر نامشخصه، میخوام برم توی مأموریتی که نمیدونم آیا این منو به مقصد میرسونه یا نه. ولی اگر شناخت در مورد خودم پیدا کنم، در مورد انگیزه من، در مورد تواناییام، نقاط ضعفم و موانعم، فکر میکنم این راحت‌تر میتونه تو مأموریت به من کمک کنه. خیلی ممنون. حالا جدای از فهم دقیق واژه مأموریت، اگه شما کنار جریان مشاوره به شکل حرفه‌ای یه ورزشی رو هم دنبال می‌کردید، آیا در توصیف مأموریت، در توصیف و پاسخ به اون سوالی که عرض کردم، آیا از ورزشتون هم اسم می‌بردید یا نه؟ من فکر میکنم هر چیزی که توی مسیر من قرار گرفته
و با اون احساس خوبی داشته باشم و احساس کنم که یه کاری رو به سرانجام رسوندم یا هدف گذاری کردم از قبلش، دارم براش تلاش میکنم یا هنوز باید تلاش کنم برای اینکه بهش برسم، این میتونه جزء مأموریت‌های ممکنه من قرار بگیره. خب پس از این جهت والدگریتونم میاد قرار میگیره، 100%. همسرداریتونم قرار میگیره، بله. تدریس و معلمی و مربیگریتونم به حال قرار میگیره. ارتباط با دنیای من، یعنی ارتباطی که حالا با افراد دارم، با حتی من احساس میکنم ارتباطی که با محیط هم میتونم داشته باشم میتونه جزو مأموریت ممکن من باشه. آدمی باشم که به طبیعت، به دنیا دیدگاه مثبت‌تری داشته باشم، این جزء مأموریت من میتونه باشه. دقیقا. حالا در پاسخ به این سوال من از دوستان میخوام که تمرکز بکنم و واقعا فکر بکنن نسبت به این ماجرا که مأموریت ها چگونه فهمیده میشوند، مأموریت ها چگونه درک میشوند، چگونه شناخته میشوند، چه فرایندی لازم طی بشه که من متوجه مأموریت ممکن نوجوان خانوادم، نوجوان مدرسم و جای دیگه بشم. این چجوری واقعا فهمیده میشه؟ استاد دوستان نوشتم به نظر من هر قدمی که برای رسیدن به اهدافمون هست مأموریت ماست. مأموریت در این مبحث همون رسالت زندگی هستش. سوالیه این مأموریت یعنی آنچه من اینجا خیلی برای اون خلق شدم، در واقع همون یه جور رسالت دوباره. و اینکه دوست دیگه نوشتن اگر با خودشناسی همراه بوده، بله، حالا مربوط به بحث قبلیمون هستش. لطفاً استاد مأموریت رو شفاف سازی کنید و اینکه در چه حیطه‌ای، در چه برهه و زمانی. بله. خانم دکتر، همونطور که دیدین دوستان با یه سری اصطلاحات، با یه سری کلمات اومدن در مورد مأموریت تعریف ارائه کردن و تلاش کردن که مأموریت رو اون شکلی به ما بفهمونن. مثلا گفتن با اهداف متوجه مأموریت ها میشیم، با رسالت زندگی متوجه مأموریت میشیم، با بالاترین امیدهای افراد متوجه مأموریت میشیم، با خودشناسی متوجه مأموریت میشویم. اوکی، یعنی من اومدم از مأموریت پرسیدم، دوستان از هدف گفتن و سعی کردم با هدف مأموریت رو به من بشناسونن. من از رسالت زندگی دارم الان میشنوم. اوکی، دوباره مفاهیم بعدی، انتزاعهای بعدی، اینها میخواد کمک بکنه که دوباره اون توافق اتفاق بیفته و ما متوجه یه چیزی بشیم. من سوالم این بود، مأموریت ها چگونه فهمیده میشوند، چگونه درک میشن؟ جواب، همه دوستان دارن میگن که فلانی باید از هدفش بگه، فلانی باید از امیدش بگه، فلانی باید از رسالتش بگه، از هدفش بگه. اوکی، پس فلانی باید بگه، فلانی باید توضیح بده، باید توصیف کنه. درسته؟ یعنی مأموریت افراد از درون فهمیده میشه، نه از بیرون. از بیرون من به عنوان یک مشاهده کننده بیرونی نمیتونم به شکل دقیق متوجه مأموریت زندگی شما بشم تا زمانی که از خودتون بپرسم، تا زمانی که دنبال این باشم که واقعا معنای دقیق یک پدیده رو از خود شما بپرسم، این علاقه رو داشته باشم که بپرسم، این کشش در من باشه، انگیزه باشه، و بعد هم این انگیزه باشه که از زبان شما بشناسم، نه اینکه بخوام درباره شما حدس بزنم. پس چگونه فهمیده می شود؟ اگه موافق هستید شما و دوستان، پاسخش میشه از درون، نه از بیرون.
در از واقع درون فهمیده می شود. وارد دنیای ذهنی فرد بشیم و به قول اون مثال همیشگی که تو مشاوره برای مشاورین میزنیم، میگیم که کفش مراجع رو بپوش، کنار مراجع را برو، دنیا رو باهاش درک کن، از زاویه دید اون ببین. دقیقاً اینجا کارسازه که ما اگر بخوایم مأموریت یک نفر رو بشناسیم بدون هیچ قضاوت، با توجه به پذیرش بی قید و شرط وارد دنیاش بشیم، هر چی داره میگه گوش بدیم تا اون درونش تراوش کنه به بیرون و ما متوجه بشیم. با حرف زدنه که میفهمیم چه خبره. دقیقا. و متاسفانه یه چیزی که من الان با نوجوانا دارم کار میکنم میبینم، امروز مثلا من نوجوانی داشتم، 2-3 تا نوجوان داشتم، ولی یکیشون با من که صحبت میکرد مشکلش این بود که کسی با حرفام نمیشینه. شما اولین نفری هستین که من بهت میگم آدم بدیم، میگی نه، میگم من فلان کارو کردم، شما میگی نه این کار بدی نبود و در مورد اون با من بحث میکنی، صحبت میکنی و من الان انگیزه دارم برای اینکه تغییر کنم، انگیزه دارم رفتارم رو عوض کنم. دقیقاً. من احساس میکنم این پذیرش توی این مأموریت خیلی مهمه. دقیقاً. خانم دکتر، پس آیا واقعا پذیرفتید، آیا خودتون قبول دارید که مأموریت ها از درون به زبان ویژه افراد برای ما توصیف میشن یا نه؟ یا من چون بابای دانش آموزم، چون مامانشم، چون برادرشم، چون قیمشم، چون فلان، پس من میفهمم که مأموریتش چگونه باید باشد؟ من فکر میکنم مأموریت هر کسی از درون هر کسی میاد. یعنی اگر من قراره بشینم پای حرف بچم، باید ببینم که دیدگاه اون به این موضوع چیه، نه این که من چی میخوام. ممکن الان یه نوجوان دیگه، حالا مثال میزنم به خاطر اینکه نوجوانا دنیاشون یه جورایی الان شرایطشون یه جوری که همه میخوان مستقل شن. یه نوجوان دارم انقدر برای زندگیش برنامه‌ریزی دقیق که از کدوم دانشگاه قبول شم، چی کار کنم، چجوری درس بخونم و شروع میکنه در مورد اینا با من حرف زدن. بعد میگه اما من اینا رو که به مثلا فلانی میگم، به یکی از اعضای خانواده‌ام میگم، میگه که حالا برو تو همین درس الان تو بخون، تو مثلا فلان رتبه رو بیار، فلان نمره رو بیار. من احساس میکنم الان وقتشه که یه کسی به من بگه تو میتونی، ولی که به من نمیگم من نمیتونم انگار. فکر میکنم این نکته‌ای که خیلی ما به عنوان والد، من احساس میکنم اگر نوجوانی دنیای تغییراته، دنیای سرعته، من والد باید در این دنیای تغییرات تغییر کنم. من والد باید زمان بذارم و فکر میکنم این کمک کننده باشه به نوجوانان تو این. دقیقاً. یعنی ایمان داشته باشیم، باور داشته باشیم به این که ما در حال تغییر هستیم و در دنیای ممکنات داریم زندگی میکنیم و وقتی که نوجوان من از مأموریت خودش برای من توصیف میکنه جدیش بگیریم. دقیقاً. به راحتی بر نگردیم بگیم که لطفاً بر اساس واقعیت ها با هم حرف بزن، ادعا نکن ما کجا و دانشگاه فلان کجا، ما کجا و نمیدونم موفقیت فلانجا کجا. خب خانم دکتر، خاطرتون هست که مأموریت ترجمه کدوم واژه لاتین هست؟ استاد یا دوستان اگه میخوام پاسخ بدن این فرصت رو بدیم که نظر بدن که مأموریتی که ما میگیم ازش استفاده میکنیم از کدام واژه لاتین میاد؟ مأموریت. خانم دکتر صدای منو دارین؟ بله آقای دکتر، من دوستان خیلی دارن تاکید میکنم موضوع چی هستش، دارم موضوع رو پین میکنم، عذرخواهی میکنم، معذرت میخوام همزمان، من تصویر شما رو هم نمیبینم وقتی تایپ میکنم.
ببخشید. سلامت باشین، اشکال نداره، خواهش میکنم. خیلی ممنون بابت اینکه زحمت کشیدید. البته من استوری کرده بودم برای دیشب، امشبم دوباره از امروز گذاشتم، ساعت شما رو گذاشتم که دوستان دقت بکنن، در جریان قرار بگیرم. ولی خب گاهن ما خیلی سرزده استوری رو چک میکنیم و دقت نمیکنیم. شاید حالا برای بعضی از دوستان این پیش اومده باشه که داستان از چه قراره. خب خانم دکتر، مأموریت از میشن میاد، از میشن. و جالبه که وقتی ما میگیم مأموریت یا میشن، دقیقا یه کلمه لاتین هست که میشن اون رو تداعی میکنه. میشن تداعی کننده ویژن هستش. میشن میشه مأموریت و ویژن میشه چشمانداز. ویژن و میشن، اگه شما میخوای مأموریت افراد رو بشناسی، بایستی با چشمانداز افراد همراه بشی. لازمه که به زبان ساده روحیه جستجوگری و پرسشگری رو در خودت پرورش بدی، پای صحبت مخاطب بشینی، اونو دست کم نگیری و اینطور نباشه که من از موضع من متوجهم، من میشناسمش، من میدونم تو ذهنش چی میگذره، این بچه رو مثل کف دست خودم میشناسم، نمیدونم اینو من بزرگ کردم، سر سفره نمیدونم من بزرگ شده، از جیک و پیکش خبر دارم. یه مقدار از این ادعاها رو ما لازمه که به نظر میرسه کم بکنیم، چون دنیا رو از درون نمیشناسیم خیلی. و از این جهت برای فهم مأموریت افراد الزاماتی وجود داره و من در زمان باقی مانده میخوام در مورد الزامات فهم مأموریت ممکن صحبت بکنم، به خاطر اینکه تا اینجای کار به این نتیجه رسیدیم که مأموریت ها از بیرون فهمیده نمیشن، از درون فهمیده میشن. وقتی از درون فهمیده میشن، یعنی من باید با زبان ویژه مخاطبم همراهی بکنم، به نوعی به زبان مشاوره و رواندرمانی مسیر پدیدار نگاری رو به معنای فهم پدیده ها از انگاره های افراد، از آنچه که در ذهن افراد، دنیای وانمودی، دنیای درونی افراد نقش میبنده بفهمم. نه از این منظر که من میفهمم و من میدونم که هدف یک نوجوان در زندگی چی باید باشه. یک، هدف اولشون باید این باشه که سالم بمونن. دو، هدفشون اینه که درس بخونن. سه، هدفشون اینه که به جامعه خدمت کنن. چهار، ازدواج کنن. پنج، کار کنن فلان. نه، یک دو سه چاری نیستش. اینا از درون فهمیده میشه. حتی مفاهیمی که به ظاهر ساده به نظر میان، بدیهی به نظر میان، مثل شغل، مثل حرفه، مثل ازدواج، مثل کار، مثل خدمت، مثل مسئولیت، مثل تحصیل، اینها همه کیفیت‌های ذهنی هستن که در تعامل با افراد فهمیده میشن. پس الزاماتش چیه؟ اگه اجازه بدید من در مورد الزامات فهم مأموریت افراد صحبت بکنم و اگه تا اینجای کار صحبتی هست من در خدمتم که بشنوم. فقط یه پرانتز، این که یه جنبندی چند ثانیه‌ای، مأموریت ممکن یعنی این که اگر ما بخوایم مأموریت ممکن یک نوجوان و یک فرد رو بشناسیم، باید چشمانداز دنیای پدیدار شناختی، ذهنیت اون نسبت به اون موضوعی که ما میخوایم بشناسیم و بشناسیم و سریع خودمون قضاوت نکنیم، نگیم ما میشناسیم، من میدونم تو چقدر میتونی، من میدونم تو چقدر توانی، نه تو هنر نمیتونی بری، تو باید پزشک بشی، من پدرتم، من آینده‌تو میخوام، من میدونم تو این موفق میشی.
بشینیم پای صحبت نوجوانمون، ببینیم چرا مثلا در نوجوانی دلش میخواد هنرمند بشه ولی پزشک نشه، یا دلش میخواد پزشک بشه ولی مثلا اون بازاری نشه، نمیدونم تو بورس نره یا هر چیز دیگه. باید دنیای ذهنی نوجوانمون رو از دیدگاه خودش بررسی کنیم. دقیقاً. و این چیزی که الان خانم دکتر روش تاکید کردیم، شما یادآوری فرمودین، این چیزی نیست که به راحتی قابل انجام باشه. مثلا من برمیگردم میگم که من که خیلی تلاش میکنم با بچم همدل باشم، ولی نمیدونم چرا انقدر به من پرخاشگری میکنم. من که خیلی دوست دارم همرازش باشم، همراهش باشم، پا به پاش حرکت بکنم، ولی به من اعتماد نداره، به من پشت میکنه، اصلا منو جدی نمیگیره. به جای اینکه با من صحبت بکنه با خالش صحبت میکنه. من بهش نزدیکترم یا خالش؟ اگه به این سادگی بود که ما همدلی رو به راحتی پیاده بکنیم، اگه به این دوستان ما، اگه مخاطبان ما فکر میکنن که صحبتایی که الان داریم برای فهم مأموریت از درون میکنیم به این سادگیه، خب باید بگم که فعلا دست نگه دارید. اتفاقا خیلی هم سخته و از این جهت الزاماتش رو بشناسیم، در خودمون پرورش بدیم، بعد میتونیم تا حد زیادی مطمئن باشیم که تو مسیر درستی قرار گرفتیم. خب من فکر میکنم استاد اولین الزامش اینه که روحیه کنجکاوی واقعی رو در خودمون پرورش بدیم. و یه تفاوتی وجود داره بین کنجکاوی واقعی و کنجکاوی تصنعی که گاهی وقتا من تو کلاسام میگم، واقعا جسارتا میگم کنجکاوی پوشالی. بین این دوتا، تصنعیه، پوشالیه و کنجکاوی واقعی، تفاوت وجود داره. اینا رو با هم اشتباه نگیریم. کنجکاوی واقعی واقعا از موضع من نمیدونمه. یعنی من هیچ حدسی درباره هیچ کسی نزنم، من هیچ اطلاعات قبلی در ارتباط با اطرافیانم در خودم پرورش ندم که با یه سری فرضیه های آماده بیام سمت دانش آموزم یا سمت برادرم، خواهرم، سمت نمیدونم فرزندم، برگردم بگم که خب به من بگو که پسرم در آینده میخوای چه کاره بشی؟ چی گفتی فلان؟ تو میخوای در آینده مهندس بشی؟ چرا مهندس بشی؟ خب اصلا گاهی وقتا ما با گاردهای از پیش تعریف شده، با دفاعهای از قبل مجهز شده و با پیش‌فرض‌های تعیین شده داریم میریم سمت کودک یا نوجوانمون. کنجکاوی واقعی یعنی اینکه واقعا خودت رو تلاش بکنی که از دنیای پدیداری مخاطبت جدا بکنی. توی کتاب‌های مشاوره و روان درمانی خانم دکتر شما دیدین که میگن همدلی موضع انگار که هستش. دقیقاً. نه موضع این که ما به طور قطعی، حتی به طور قطعی وقتی افراد با ما شروع میکنن به صحبت کردن و توصیف کردن، ما فهمیده باشیم که فهمیدیم، ما مطمئن باشیم که معنای کلمات رو، معنای واژگان رو، معنای پدیده ها رو به درستی متوجه شدیم. بگیم آره من متوجه شدم الان بچم در مورد تحصیل وقتی صحبت میکنه هدفش چیه، امیدش چیه، رسالتش چیه، چشماندازش چیه. نه به این راحتی نیست و اینها نیاز به تمرین داره. بنابراین من فکر میکنم در ورودیش اینه که روحیه، من بهش میگم روحیه، گرایش، یه گرایش به کنجکاوی واقعی رو در خودمون پرورش بدیم. آقا تا کی میخوایم موضع من میدونم رو به خودمون بگیریم؟ تو چی میدونی از انگیزه های افراد، پویایی های افراد؟ چی میدونی از خدمتون عرض شود که نیازها و خواسته هاشون؟ چه میدانی از بالاترین امیدهاشون؟ هنوز که هنوزه خانم دکتر بعضیا فکر میکنن ما قراره اگه مثلا از مأموریت های افراد یا از بالاترین امیدهاشون بپرسیم
هنوز بعضی به اشتباه فکر میکنن قراره بهشون امید بدیم. نه، امید رو میخوایم بشناسیم. ما نمیخوایم مأموریتی ببخشیم، ما نمیخوایم امیدی ببخشیم، ما نمیگیم این وسط قراره به اونها اهدافی رو قراره بدیم بهش مجهز بشن. نه، اونا دارن، اونا به اهداف معینی مجهزن، به بالاترین امیدهاشون مجهزن، اونا چشمانداز معینی برای خودشون طراحی کردن. ما قراره به کمک خودشون در مسیری که دوتایی قراره طیش بکنیم با همدیگه بشناسیم. هم اونا بیشتر میشناسن، هم برای ما نمایانش میکنن، چون توصیف میکنن، فرصت میدن، برای ما هم نمایان میشه. و ما هر چقدر به افراد این فرصت رو بدیم، زبانمون با همدیگه شبیه‌تر و در یک راستا قرار میگیره. پس اگه بتونم موضع من نمیدونم رو، موضع کنجکاوی واقعی رو در خودم پرورش بدم، فکر میکنم گام اول رو برداشتم. گام اول یه موضوع دیگه که من از دید یه نوجوان میگم، میخوام الان پدر مادرایی که دارن لایومون میبینن با دقت به این گوش بدن. از دید یه نوجوان میگم، نوجوان به من میگه که میدونی چیه، مامان من هر موقع اومده یا بابای من هر موقع اومده از من یه حرفی پرسیده، به من میگه من درکت میکنم، به من بگو میخوای چی کار کنی. هدفامو بهش گفتم، یا بیشتر فضولی کرده یا بیشتر قضاوت کرده. مامان من شنیده حرفای منو، عین اون حرفا رو رفته به بابای من گفته و بعد نمیدونی تو خونمون چه آتیشی به پا شده، چون من تصمیم دارم برای زندگیم این کارو بکنم. چون مثلا من میخوام 18 سالم که شد برم فلان دانشگاه، فلان شهر، فلان کشور درس بخونم. به من میگن که بشین بابا، کجا؟ الان درستو بخون. و من نمیتونم دیگه باشون حرف بزنم. میخوام میگم اگر واقعا قدم اولو به عنوان یه پدر، یه مادری که میخواد دنیای بچه‌شو بشناسه بخوایم برداریم، تفاوت بذاریم بین فضولی، کنجکاوی واقعی، اون تصنعی پوشالیه، کنجکاوی تصنعی پوشالی، و بین این که درک کنیم بچه رو. اگر نوجوان احساس کنه شما داریم بهش نزدیک میشیم برای اینکه تخلیه اطلاعاتیش کنید، به همون نسبت که به شما نزدیک شده خیلی بیشتر از شما دور میشه و بعد گرایش پیدا میکنه به اون خاله، به دوست، حتی فراتر از اون و افرادی که نباید گرایش پیدا کنن. و فکر میکنم این مرحله‌ایه که من به عنوان والد تکلیف خودم رو با خودم باید روشن کنم. خیلی مهمه دیگه. فکر میکنم من امشب اومدم اینجا از حقوق نوجوانا دفاع کنم. سلامت باشه. خیلی هم خوب خانم دکتر، باعث میشه که زبان شما در مرور کردن، در گفتن مطالب از منظر یک نوجوان و گزارش های موردیتون باعث میشه که بحث امشب ما بهتر ساخته و پرداخته بشه و دائما برای مخاطب ما مرور بشه و بهتر براش جا بیفته. خیلی ممنون که کمک میکنید و پیش میایید. شما اختیار دارید. من همیشه تا آخر عمرم شاگرد شما بودم، خواهم بود و همیشه از شما یاد میگیرم. زنده باشین استاد. خیلی ممنونم. در ارتباط با کنجکاوی واقعی و موضع من نمیدونم، باید این رو من در ادامه عنوان بکنم که همین حفظ این گرایش و این روحیه یه پیامدی داره و پیامد یا تولید چنین گرایشی در تعامل ما با انسان‌ها، به ویژه با نوجوانا، اینه که ما رو به سمت طرح پرسشگری میبره، ما رو به سمت طرح سوالات باز یا راهبرد پرسشگری میبره. بنابراین پرسشگری میشه نشانه بارز افرادی که دارن به سمت فهم مأموریت ممکنه یک انسان که میتونه نوجوان باشه میتونه نباشه هدایت میکنه. خب حالا این روحیه پرسشگری با کدوم شکل از سوالا بود؟ جواب با سوالای باز. نشانه سوالای باز چیه؟ نشانه سوالای باز اینه که من بگم چه چیزی
چطور، چگونه و با این واژه ها کمک بکنم که مخاطب من یک میدانی برای توصیف کردن پیدا بکنه و شروع بکنه که مفهوم یه پدیده رو برای من بازش بکنه، لایه لایه از ابهاماتش برای من کم بکنه. در حالی که هممون میدونیم استفاده از واژه چرا معمولاً باعث دفاع، معمولاً باعث دلخوری، باعث مقاومت و کاهش در حقیقت نرخ همکاری افراد میشه و ممکنه گاهی وقتا به خاطر لحنمون باعث بشه که جنبه سرزنشی حتی پیدا بکنه و ما رو از مسیر طرح سوالات باز و فهم عمیق‌تر یک پدیده به اسم خدمتتون عرض شود که هدف یا مأموریت یا امید دور بکنه. خب اگه موافق باشید پس ما پرسشگری رو راهبرد بدونیم، یه استراتژی بدونیم برای پی بردن به مأموریت‌های افراد و مأموریت‌هایی که اونها رو ایجابی در نظر گرفتیم، یعنی اینگونه در نظر گرفتیم که ممکن است محقق شود به خاطر اینکه در دنیای ممکنات زندگی میکنیم. پس ما قدم دوممون اینه که روبروی نوجوانمون نشستیم، حتی اون تخلیه اطلاعی اگر اطلاعات قرار صورت بگیره با سوالات باز باشه که نوجوان بتونه از احساساتش صحبت کنه، بتونه بگه که موقعی که من داشتم به این موضوع فکر میکردم این احساسات رو تجربه کردم و یک جواب بله خیری به ما نده. اینطوریه که ما میتونیم با پرسشگری دنیای مراجع دقیقاً برگردیم به استپ اولمون، دنیای مراجعمون رو بشناسیم. یعنی من فکر میکنم بین تمام استپا ما همش در حال رفت و برگشت هستیم. با پرسشگری برمیگردیم دوباره سر پله اول، کنجکاوی واقعی رو داریم انجام میدیم، داریم وارد دنیای مراجعمون، دنیای نوجوانمون رو کشفش کنیم. و فکر میکنم این چیزایی هستن که با یه شب و 2 شب و یه هفته و 1 ماه برای من والدی که مدل زندگی مدت‌ها یک جور دیگه بود درست نشه، ولی همین که میخوایم قدم برداریم توش فکر میکنم خیلی کمک کننده باشه و امیدوارم استاد تو این زمینه حتما کارگاه بذاریم برای والدین ما. حداقل میدم برای والدین این موضوع بسیار ضروری هستش و فکر میکنم کمک کننده. انشالله. چشم در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم. بریم استپ بعدی. بله ما چقدر زمان داریم استاد؟ 10 دقیقه فکر میکنم 10 دقیقه. خب خدمتتون عرض شود که پس اگه بخوایم به چند تا ویژگی اشاره بکنیم که اینها رو به عنوان نشانه های افرادی که دنبال کنجکاوی واقعی هستن و میخوان مأموریت ممکنه مخاطبشون رو بشناسن در نظر بگیریم، یکیش این شد که میان پرسشگری رو به عنوان راهبرد اصلی انتخاب میکنن و از طریق طرح سوال باز به مخاطب خودشون این امکان رو میدن که به درستی توصیف بکنه و از این جهت میدانی برای فکر کردن، فرصتی برای تحلیل کردن و برای شناسوندن معنای پدیده ها برای ما داشته باشن. در کنارش خانم دکتر وقتی افراد میان شروع میکنن به پرسشگری در حقیقت دارن موضع گوش دادن فعال رو هم همزمان انتخاب میکنن. وقتی من سوال باز میپرسم مخاطب من اگه شما باشید شما برای من توضیح میدید، شما به اندازه 5 دقیقه 10 دقیقه گاهن بیشتر برای من توضیح میدید. پس من همزمان نشانه دوم این میشه که گوش دادن فعال رو در خودم تقویت بکنم. مهارتی هستش که با شنیدن فرق میکنه، با گوش دادن هم فرق میکنه. بین هیرینگ و لیسنینگ و
اکتیو لیسنینگ تفاوت وجود داره. اینا کیفیاتی هستن که نباید جای همدیگه به کار برن و اشتباه گرفته بشن. وقتی ما میگیم گوش دادن فعال، یعنی هر چقدر که نوجوانت روبرود نشسته باهات داره صحبت میکنه تو باش همراهی کنی. اینطوری نباشه که به اندازه 4 دقیقه 5 دقیقه من بیام جلو، بعد از یک زمانی به بعد به ساعتم نگاه کنم، خمیازه بکشم، با گوشیم ور برم، بلندشم عذرخواهی بکنم برم. من دارم گوش میدم. بگو. بله تو بگو، اذیت میشی، من حواسم هست. بنابراین اینها از جانب مخاطب ما فهمیده میشه و همه میدونن که واقعا نمیاد توی قلمرو کنجکاوی واقعی جا بشه. کنجکاوی واقعی قلمروی داره که با خدمتتون عرض شود که با یه سری ویژگی ها این قلمرو هویت پیدا میکنه و شناخته میشه. بنابراین اگه من صحبت کنجکاوی واقعی میکنم، پس باید پرسشگری رو و گوش دادن فعال رو به شیوه درست یاد بگیرم. حالا من چند تا از سوالای خودمون رو که تو کتاب کاترین و دیوید گلدارد هست اینجا نوشتم که اینا سوالایی هستن برای فهم پدیده ها از منظر مخاطب و جزو سوالات باز محسوب میشن، مثل سوال هدفنگر، سوال حرفه‌ای، سوال انتخابی و سوال ملموس کننده. حداقل این 4 تا رو ما میتونیم جزء سوالایی در نظر بگیریم که خیلی خوب به ما کمک میکنه برای فهم مأموریت افراد. و از این جهت تا اینجای کار گفتم ویژگی دوم گوش دادن فعاله، ولی ویژگی سوم بگم که این مثلث تموم بشه، بعد اگه فرصت داشتیم به سوالا برسیم، اگه نه حداقل مثلث کنجکاوی واقعی رو بتونیم اینجا تکمیلش کرده باشیم. که ضلع سوم اشاره داره به پذیرش مثبت بی قید و شرط که شما تو صحبتاتون اوایل صحبت اشاره کردید. یعنی من این آمادگی رو داشته باشم که ممکنه هر چی بشنوم. اگه واقعا از منظر کنجکاوی واقعی دارم به نوجوانم نزدیک میشم، دیگه نیام درسته من دلم میخواد چون خودم دکترم، من دلم میخواد بچه‌م از دکتری حرف بزنه، من چون مهندسم دوست دارم بچه‌م فلان، چون قبلا صحبت و دغدغه منو میدونست و شنیده، کاش که بیاد الان تو مأموریتاش اشاره بکنه که چقدر تحصیلات مهمه، چقدر ایران موندن و خدمت به جامعه مهمه، چقدر فلان چقدر فلان. پذیرش مثبت بی قید و شرط میگه که چقدر خودت آماده کردی برای دریافت پاسخهایی که میتونه عجیب و غریب باشه، چقدر خودت آماده کردی برای شنیدن و توجه کردن به حرفایی که در راستای برداشت‌ها و ادراک‌های قبلی تو نباشه. پذیرش مثبت بی قید و شرط باز هم در مقامی بالاتر به این معنیه که تو چقدر قرار افکار نوجوان خودت رو از شخصیتش، از هویتش جدا بکنی و هرگز دست به ارزشیابی مخاطبت بر اساس نوع فکرش، بر اساس رفتارش، بر اساس احساسش نزنی. اینها صحبت دربارش خیلی ساده است، ولی میدونیم که عمل بهش بسیار بسیار دشوار هستش. میشه این هم بگیم که خیلی ساده تر باشه. پذیرش بی قید و شرط به معنی اینه که فرد رو همون جور که هست با همون احساساتی که داره تجربه میکنه قبولش کنیم، ولی این به معنی این نیست که ما مهر تایید بزنیم بر رفتاری که شما داری الان انجام میدی. این به معنی نیست که ما بیایم ارزش گذاری کنیم حالا که طبق اون خواسته من نبودی شما الان بچه بدی هستی. دوست عزیزمون یه سوال پرسید، فکر میکنم الان ربط داشته باشه به این ذیل سوممون. پرسیدن اگر مأموریت معقولی نبود چطور متوجهش کنیم که با همدلی باشه و نه با قضاوت؟ چیکار کنیم که اون در واقع اون پذیرشی اتفاق بیفته؟ وقتی که نوجوان میشینه روبروی من حرف میزنه، من
نمیتونم اون حرف رو درکش کنم، یا اینکه اصلا با سازوهای شخصیت و خانوادگی من همخوانی نداره. وقتی مراجع داره در مورد آینده خودش تصمیم میگیره که من میگم وای نه، اگر این مسیر رو رفت من چیکار کنم؟ چجوری بگم این بچه منه مثلا فلان کارو داره انجام میده، چیکار کنم قضاوتش نکنم، چیکار کنم پذیرش مثبت بی قید و شرط رو واقعا انجامش بدم و نوجوان اونو لمسش کنه، نه اینکه بگم آقا حرفتو بزن من قبول دارم هر چی گفتی اوکی. ولی این که من بگم نه، این مراجعم، نوجوانم، فردی که روبرو نشسته باید اینو درکش کنه و بعد بگی که خیلی ممنونم با این که تو، من میدونم این چیزایی که بهت گفتم شاید با ذهنیات تو متفاوت باشه ولی ممنونم که گوش دادی، قضاوتم نکردی. این خیلی مهمه و استاد اگر امکانش هست پاسخ بدیم به این سوال ممنون میشم. بله حتما، بله حتما. ما در رویکرد راه حل محور باید به این دوستمون بگم که اینجا سوال تفاوت رو میپرسیم و استفاده میکنیم از سوال تفاوت برای اینکه افراد دوباره وادار به فکر کردن بشن، ترغیب بشن به اینکه از پیامد مربوط به مأموریت خودشون بیشتر آگاه بشن و در اون کاوش بیشتری داشته باشن. من میگم که فلانی تصور کن که قبلش از نشانه ها میپرسم، میگم که اولین نشونه ای که میگه شما به سمت رسیدن به مأموریت هات داری حرکت میکنی چیه؟ بعد به من پاسخ بده. اولین نشونه ای که به من میگه تو در جهت محقق کردن مأموریت هات داری میری جلو چیه؟ پاسخ میده. چه کسی متوجه میشه؟ چه کسی زودتر از همه متوجه میشه؟ چجوری متوجه میشه؟ احتمالاً چه بازخوردی به تو میده؟ راستی این چه تفاوتی برات ایجاد میکنه؟ اون وقت چه تغییری رو تجربه میکنی؟ و از روی چه نشانه هایی متوجه میشی که این برای تو سودمنده؟ یعنی تمام اینها سوالای بی جهته، نه اینوریه نه اونوریه، بی جهته که خود فرد دوباره باید برای این فکر کنه و ما هم اصلا دنبال این نیستیم. دوستان خدای نکرده حواسشون باشه، ما دنبال این نیستیم که بگیم آها من تونستم مچشو بگیرم اونجا تسلیمش بکنم. خیر، ما دنبال این نیستیم مخاطبمون رو بندازیم تو شرایط بنبست بعد تسلیمش بکنیم بعد بگیم دیدی حرفای پوچ میزنی، دنبال چیزایی هستی که به درد هیچکی نمیخوره، هر کی بشنوه خندش میگیره. نه، دنبال این شرایط نیستیم که مردم رو تسلیم کنیم. درش هیچی نبود، دیدی اون مسیری که من گفتم و باید بری تا خوشبخت بشی. این دقیقا این چیزاییه که نوجوانا دارن به ما میگن و من فکر میکنم امشب این جلسه، این لایو میتونه یک پرسشگری، یک چالش در ذهن من والد ایجاد کنه، من خودم رو مانیتور کنم و خودم بگم من کجای این سه ضلعم، کجای این مأموریت ممکن هستم، من میتونم چیکار کنم واقعا که به نوجوانم کمک کنم خودش با دستای خودش، با فکر خودش، با دنیای ذهنی خودش، دنیای خودش رو خلق کنه و من فقط کنارش باشم به عنوان یک فردی که میتونه مسیر رو براش تسهیل کنه، سنگا رو جلو پاش برداره، ماناها رو، حالا ماناهایی که منظورم به هر حال بچه‌ها نیاز به حمایت‌های مالی و عاطفی و چیزای این مدلی دارن. من فکر میکنم این امنیت رو امشب ما با این لایو که شما لطف کردین تو ذهن مراجعینمون، فالوورامون گذاشتیم که ما هم میتونیم تغییراتی انجام بدیم تا دنیای نوجوانمون رو به سمتی ببریم که واقعا لیاقتش رو داره و میتونه باشه تو اون دنیا و من هم لازم نباشه دیگه خیلی سختگیری کنم با این قضیه. دغدغه ذهنی من والد کم میشه اون موقع اگر دنیای نوجوان رو بشناسیم. من دیگه لازم نیست بشینم ساعتها روزها برنامه‌ریزی کنم، فکر کنم چیکار کنم براش.
تو چه کاری سرمایه گذاری کنم، چجوری بندازمش تو اون مسیره که خودم میخوام. اگه اون دنیا کشف بشه فکر میکنم دیگه اصلا دغدغه اصلی من والد هم تا حدی کمتر میشه. و خیلی ممنونم از شما استاد، خیلی سلامت ممنونم باشید. که همیشه با صحبتاتون، حتی با مباحث عادی روزانه نشست و برخاستایی که با شما داریم، من همیشه یاد میگیرم و همیشه قلم به دستم و انشالله که سایتون مستدام باشه، کنار ما و خانواده ما همیشه باشیم و یاد بگیریم ازتون. خیلی ممنونم از شما و خوشحال شدم بابت این لایو و خدا رو شکر که فرصت دیگه فراهم شد تا با دوستان خوبمون همراه باشیم. اینا بهانه‌ای شد که در شب‌های ماه مبارک رمضان بخشی از وقت ارزشمند دوستانمون رو بتونیم این شکلی پر بکنیم با مباحث علمی. انشالله که جزء باقیات و صالحات باشه و دوستان ما رو از دعای خیرشون فراموش نکنن. سلامت باشید استاد، سپاسگزارم از لطف همیشگی بی حد و اندازتون و ممنونم که همیشه ما رو همراهی میکنین زنده باشید. و همیشه با روی باز. واقعا اینو که میگم قطعا بقیه دوستانم با شما همچین تجربه رو دارن، با روی باز پذیرای این هستین که رسالتتون که آگاهی هست، که آموزش هست، به دیگران انجام بدیم، به سرانجام برسونیم. انشالله که این مسیر خیر و برکت باشه برای شما و سایتون مستقیم باشم. دوستان عزیز سپاسگزارم، زنده باشین. خیلی ممنونم که ما رو تا این لحظه همراهی کردین. استاد سپاسگزارم، ممنون از محبتتون. خدا نگهدارتون. خداحافظ. خواهش میکنم. خیلی ممنونم که تا این لحظه ما رو همراهی کردین. ممنونم که کامنت گذاشتین، هم فکر کردید و امیدوارم که از قبل شما سوالاتتون رو برای من بفرستین که من بتونم تمام سوالات رو از استاد یا مهمانای دیگمون بپرسم. اگر احساس میکنین در حوزه کودک و نوجوان، در حوزه فردی نیاز به لایو های تخصصی دارید که موضوعات رو به ما بگین، توی دایرکت برای من بفرستین. قطعا من با اساتید خودم، با دوستان ارزشمند خودم صحبت میکنم و لایو هایی رو توی اردیبهشت ماه و ماهای بعدی حتما براتون برگزار میکنم. خیلی ممنون از نگاه زیباهتون، از وقتی که به ما دادین و تنتون سالم باشه، مواظب خودتون باشین تو این روزها. ممنون از همراهیتون. شبتون بخیر. خدا نگهدار.